سلام بینندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری تلویزیونی آسیای مرکزی. سرخط مهمترین خبرهای روز. برای 2016 برگزار شده است. وضعیت قانونی تاجیکستان را بررسی نموده فعالیت خود را در داخل و خارج کشور در سال گذشته مورد بحث و آموزش قرار دادند. مسئله مهم در این نشست سالانه شان اصلاحات کادری در حرکت بوده است. طبق آوازدهی ویرتوالی نمایندگان این دو حرکت در کار شورا اشتراک نموده تصمیم گرفتند که هرچه زودتر در حرکت اصلاحات کادری به میان آید. در نتیجه طبق صورت جلسه و قرار نشست جنبش سالانه شان شورای حرکت سیاسی گروه 24 و سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان با آواز اکثریت قرار کردند. شراف‌الدین گدایف از رهبری گروه 24 سبکدوش کرده شود. صابر ولیف از معاون رهبر گروه 24 سبکدوش کرده شود. در عوض سهراب ظفر رهبر گروه 24 انتخاب گردد. حسین اشورف معاون رهبر گروه 24 انتخاب گردد. در ضمن محمد صابر عبدالقهار رئیس سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان انتخاب گردیده. محروف لنگرچیف معاون او انتخاب شد. قابل ذکر می باشد که گروه 24 و سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان زیر پرچم انجمن نیروهای سازنده تاجیکستان فعالیت می کنند. بینندگان گرامی، حالا برایتان از رویدادهای منطقه و جهان مختصر خبر می دهیم.